شهری من، شهری جوانی و بهار، شهری من، شهری جوانی و بهار، شهری عشق و آرزوهای دلم، شهری عشق و آرزوهای دلم. در تو سحر شد، در تو خواهد شد تمام عاشقی ها، جستجوی های دلم، عاشقی ها، جستجوی های دلم. تابی افزایم زی شعری آتشی دل، شعله بر آتشی جاویدی تو. تابی افزایم زی شعری آتشی دل، شعله بر آتشی جاویدی تو. شهری عشق آموز من، شهری عشق، شهری عشق آموز من. سرپرستی کن مرا بهری خدا، سرپرستی کن مرا بهری خدا. عشقی ما را حفظ کن از هر بلا، عشقی ما را حفظ کن از هر بلا. شهری من، شهری جوانی و بهار، شهری من، شهری جوانی و بهار، شهری عشق و آرزوهای دلم، شهری عشق و آرزوهای دلم. در تو سحر شد، در تو خواهد شد تمام عاشقی ها، جستجوی های دلم، عاشقی ها، جستجوی های دلم. ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоям. меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Яҳкум хушомадед мегӯям. хуҷанд қадим асту ҳамеша ҷавон, чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. мавзӯи имрӯзаро ба рӯзи шаҳри хуҷанд мебахшем ва хотиррасон менамоям ки барномаи имрӯзаи мо дар ҳамдастӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд таҳия мегардад. хуҷанд таърихи зиёда аз 2500 сола дорад. ҳатто дар баъзе маъхазҳо зиёда аз 3000 сола будани хуҷандро ишора ҳам мекунанд. дар ин муддат ин шаҳри бостониро ҳар гуна ном мебурданд: тирози ҷаҳон, шаҳри хубон, арӯси шаҳрон, александрия эсхата, искандарияи канорӣ, ленинобод. хуҷандро дар ҳар давру замон бо таърих, маданият, фарҳанг, урфу одат ва анъанаҳои халқӣ, ҳунармандону мардуми шарифу бофазлу донишаш мешинохтанду мепазиранд. инак имрӯз мо дар ин студия ҷамъ омадем то назаре дӯзем ба дирӯзу имрӯзи шаҳри хуҷанди қадимаву ҳамеша ҷавон. қабл аз оғози суҳбат дар ин студия ман таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. як наворро ҳамроҳ тамошо мекунем. инак таваҷҷӯҳ кунед.
البته این نوارها ما رو به تاریخ دور گذشته خوب تاریخ برد و الان برمیگردیم به استودیوی پیچتاب زمان و من قبل از همه معلمه از شما نگاه کردم که هنگام تماشای این نوارها خیلی با دقت به هیجان آمدید. خوب از تماشای این نوار واقعا خوجند کهن را به خاطر آورده؟ البته واقعا هر یک روز هر یک سال ما رو از زمان دور میبرد و امروز ما از این نوار دیدیم که چند ده ساله پیشتر خوجند چی صورت و چی نمود داشت و امروز ما خوجند امروز رو با کلی دیگرگون میبینیم. هم از جهت بنیاد خانه ها، هم منظره هایی که تماشا میکنیم، هم لباس پوشی مردمان، طرز نگاهشان و از رفتار و کردار آنها آگاه میشویم که آنها چی نمود و چی صورتی داشتند. و امروز ما درباره خوجند این زادگاهی هر یکی ما و شماست، امروز ما فخر میکنیم که اینقدر تاریخی قدیمه دارد، اینقدر یک تاریخی پر افتخار و شرفمندی دارد که با همین خیلی که میگویند پیش از همه مردمانش معرفی میکند و صنعتکاران، هنرمندان، نقاشان، رسامان، صنعتکاران، آنها همه معرفگری اهل قلم، معرفگری هر یک زمان و مکان است. و امروز خوجند ما را پیش از همه وقتی که خوجند میگوییم پیش از همه ما نام شاعر زبردست تاجیک، کلاسیک ادبیات تاجیک شیخ کمال خوجندی پیش نظر می آید و ابو محمود خوجندی عالم کشاف و هم معصی خوجندی را پیش نظر می آوریم. اگر ما در زمانهای پیشتر آنها پیش نظر ما بیایند، الکی امروز ما فرزانه خوجندی هم که خوجند میگوییم پیش از همه یک بانوی سخنور و سخن پرداز، شاعر خلقی تاجیکستان، برنده جایزه استاد ابو عبدالله رودکی، جایزه بسیار هم بلند است، جایزه عالی است و نام فرزانه خوجندی امروز در سایر قلمرو جهان حتی معلوم و مشهور است و ما افتخار میکنیم که یک همزمان ما، هم دوران ما امروز مشهور تمام جهان گردیدند. و نه تنها اگر ما درباره سخنوران خوجند حرف زنیم، نه تنها فرزانه پیش نظر ما میاد، بلکه من از نام استاد رحیم جلیل، محیدین فرهاد، امین جان شکوهی، اینا همه محیدین امین زاده، آزاد امین زاده که بسیار یک شاعری به نهایت محبوب خلق بودند، همین آنها پیش نظر می آیند. و اگر امروز الکی بینیم سخنوران امروز هم خیلی زیاد گردیدند. من استادان نور محمد نیازی، نعمت آتش، احمد جان را بسیار هری که اونها را اگر نام گیریم خیلی وقت زیاد را میگیرد و ما افتخار میکنیم با هر که اونها. تشکر. سلامت باشید. استاد نوار رو با دقت تماشا کردیدن، شما هم چه احساسات شما رو فرا گرفت و همون خوجند رو در خاطر دارم؟ کدام نوارها شما رو پیش از همه دقت شما رو به خود کشید؟ بدون تنکوچه های که با کلولگین با پخسگی ساخته شده است، یک عجایب یک کیفیت اینجا احساس کرده می شود. سلامت باشید محبت خان. باید گویم که همون دیوارهای کلولگینی که ما دیدیم در مرحله امروزه، آنهایی که به نوار میگیرن این یا آن فیلم، همین خیلی کوچه‌های میکوبند تا امروز، برای اینکه بی نهایت عالی جناب و کلوله زده توانستن در کار بود، علل خصوص لایشه کرده توانستن در کار بود. آداب حتی لایه پزاندن فقط در خوجند باستانی ما بود و خلاص. دویمی که چایخانه‌ای که نشان دادن، باور کنید این خیلی چایخانه یگان جای بنیست در جمهوری تاجیکستان. این بسیار خوب که امروز در دولت بسیار عالی جناب ما تاجیکستان عزیز بی نهایت بناهای عالی جناب پشت ایستادند، چایخانه های عالی جناب، لیکن وای چایخانه برین دیگر نمی شود. بسیار صمیمی بود. همون موسویدانی که بسیار به نورانی بودند نشسته چای می نوشیدند و همون یک تکی که آنها می پوشیدند و تاقی که در سر داشتند و روی مول که در میان می بستند، این ناتکرار است. برای همینم من شادم که من خوجندی هستم، فخر میکنم که در خوجند باستانی تولد شدم و کار و فعالیت میبرم. سزد که باشد.
بیهوده نمیگن که آداب خوجندی که حتی از منبر جناب عالی گفتن بگذار همیشه نمونه عبرت به تمام رسپوبلیکی ما باشد و علاوه خصوص با آسیای میانه. سلامت باشید. تشکر استاد. خب مرحمت استاد عزیز، اگر تشکل خوجند باستانی رو با مرحله ها جدا کنیم چند دوره رو خوجند از سر گذرانده است یا در بر میگیرد؟ خوجند قدیمه 3 دوره را از سر گذرانده است: دوره ارخائیکی، دوره عصر میانه و دوره نو. این چی گفتنی گپ بکن؟ همون دوره ارخائیکی همون ساخت اجتماعی اقتصادی جمعیت رو یا که شهرسازی، شهر بنیادکنی و اوربانیزاسی آن، یعنی شهرداری آن به کدام دوره ها جوابگو بود. همون اوربانیزاسی، شهرداری همون دوره ها را انعکاس میکند. و عرب ها بعد می آیند. بعد عرب ها من الکی دوره نوش بگذارم و بعد عرب ها مغول ها آمده. وقتی که همون شهر تاراج میکنن، قلعه خوجند الکی خودش تا عصر آخری عصر 15 آغاز عصر 16 یعنی 350 سال به حیات نماند، یعنی حاکم نمیشند در اونجا. چه خیلی این اثبات شد وقتی که ما الان ژرف یعنی شورفی ارکئولوژی برش 4 و درازیش 8 و چقوریش تا 24-26 متر گفتیم. در اونجا همون دسته ارکئولوژها تحت راهبری تاتیانا ولادیمیر بیلیایوا من در اکادمی که کار میکردیم با همین کارگران همین کرایه همینجا کار کردیم. معین گردید که عصری 13 و 15 قریب که نیست همه ساختارها برآمدن. برای همون با قبطهای مدنی وقتی که معین شد و ما معین کردیم، از عصر 16 دوره نو عصری میانگی رشد شهر خوجند با سر می شود. دوره سوم برای چی آغاز می بود؟ حالی 3 نه. من حاضر میگم سبب در آن است که ما وقتی که شرفا را یعنی همون حرف رو گفته گذاشتیم با اصطلاح ارکئولوژی میگن آینه شیشه کنید که و همون قبط ها معلوم شود خط میکشیم و تا متریک رفتیم، یعنی اون جایی که الکی قبطهای مدنی آدم نیست. این میبراید که قلعه خوجند اسبهای اسب بالای یکدیگر پوشیده شده بوده اند و همون دوره دیگر اصطلاح حکومت پاشایی که همون به دوره نو هم داخل می شود. اون چیزی که گفتیم در آنجا یک دوره معین حکومت پاشایی روس زندگی میکنند سال تا 1873 و نشانه هاش پیدا شدن. وقتی که ما گفتیم 5 سال در آنجا کافتکار ارکئولوژی گذرانده شد و در اون شرق میدان ارک قلعه خوجند حکومت پادشاهی مأموریت روس ساخته می شود. در همونجا اگر همون عکس های کهنه را ببینیم دایر سرکف روس هم هست. این است خوجند. شهر خوجند به 3 قسمت تقسیم می شود. ارک یعنی همون قلعه‌ای که امروز هست، دیج میگویند، کواندیز میگویند، ارک. دوم شهرستان که اون در و سوم قسمتش رباط. شهر خوجند در سرچشمه‌های تاریخی، ادبیات‌های تاریخی گوناگون قید کرده شده است که همون 10 متر اطراف شهر دیواراش 10 و از 10.5 کیلومتر و از این زیادتر هم گکتر میگن هم و همون قسم رباطیش قسم هنرمندا است و 7 دروازه خوجند که آنها بودند. همون دروازه‌های خوجند جایی بودند که در آنجا کاروانسرای ها، جایی بودند که در آنجا چایخانه ها، جایی بودند که در آنجا همون رباط قسمتش بسیار واقع بود. آمدگی مهمانا در همونجا میستادن کاروانسرای ها. این کاروانسرای ها در ادبیات علمی که عالم برجسته ما چه نظیر جان آچلیش تورسونف و عبدالله جان کنجایش قید کردن در آنجا شد. من درباره محله های شهر خوجند گوییم. محله های شهر خوجند میدانید برای چی؟ و یک واحد هم معموری و هم واحد خواجگی داری و هم اجتماعی و هم طبقوی
همین چیزها تقسیم میشد. برایمون محله های شهر خوجند در سرچشمه ها هم مجلس سال 1945 با خریطش میبرارد، همین 84 محله شهر خوجند قید میکند. مجلس و مادیار بود، ونگر بود و ثانی نومان نگماتوف، ثانی در آخر نظیر جان آچیلوی تورسون تحقیقاتچی خیلی برجسته همین شهر خوجند در ادبیات اولشان من اینجا 144 146 محله شهر خوجند نامبر میکنند، در دوم ورکرشان 155 تا. اما قسمتی محله شهر خوجند معین کردن حکومت پاشایی روس خیلی مرکب میشود. این چی گفت محله کی داره میکند؟ همه سرور دارد با نام ترکی الیک باشی 50 نفر و محله و میگوید ادارهش کنی، اداره ندارد. معاش میگیرد؟ نه نمیگیرد. مهر دارد؟ نه نمیگیرد. در اساس چی؟ در اساس آبرو اعتباری که اهالی محله انتخاب میکنند. خیلی خوب میگوید محله ویران نمیکنند. حکومت پادشاهی روس چه خیلی که بود همین خیلی میمونه. شهر خوجند به دو قسم جدا میشد، دهه رزاق، دهه قلعه‌نو. الان سرحد قلعه بود. سرحد قلعه بود. برای ما هر یک دهه محله های خود را داشتن. از آن 26 محله تماما یک نمودی هنرمندی، 29 محله هنرهای گوناگون و دیگر محله ها طبقه های و ایشان های و همین چیزها بودن، بایان و همین محله بود، یا نام های تاپانومی جغرافی هم داشتن، شرشری و این و آنها. بنابر همین حکومت پاشایی میماند و آن تا سالهای 50 عصر گذشته هم همین محله ها باقی مانده بودند. اگر کی داند، آدمای کلانسال میدانند، همون پیش از آن که رفته کمیته محله مهر گرده مانید و همین محله میگفتیم ما همین یک مهر چشان بود، 3 کنجه، همون 3 کنجه سپرافکو میماندن و برای همون این چی بود؟ همون ده ها با براعت تقسیم میشد که یک چند محله ها را راعت از کلمه عربی رعیت گرفته شده، پادنه تابع اطاعت کنند، یعنی عهده‌داری با هم داشتن. برای من توی معرکه فاتح شود کوی و محلت خبر کن. از همه عجایب حکومت پاشایی روس اومده جویبار من دیده حیران میشود که چه خیلی این همین قدر آدم ها جوی دارد با آب تامین میشد. 5 جوی همون شهر خوجند تامین میکردگی شهر اولیشه و حکومت پاشای روس با حاجی یوسف میرفیازوف که و گلابس میسازند در سمرقند است، در آثارخانه ما و همون ازمی ساختگی کپی است. همون به میدلی و میبرن چی و میراب یکمی میدلی میراب اما به حاجی یوسف میرفیازوف که 2 بار حج به با مهنتی حلال خود استای ساعت ساز آشناهاشون گرفته یک چند وقت به حج بمیرن، حتی تا ایتالیا میرن و آدم با همین شهرت هاشون هم چخل که حاضر سرود خوندن، چخل که در اینجا گفته گذاشتن، شهرتی شهر خوجند نه اونی که و یک مرکزی سیاسی بود. نه، خوجند یگان بار مرکزی سیاسی نبود. خوجند همه وقت مرکزی اقتصادی، خواجگی داری، فرهنگ و ایجادی بود. تماشاچیان عزیز، به دیگر شبکه پیوست نشوید، با سیمای مستقل یکم بمانید. بخش رکلامه. خوجند قدیم است و همیشه جوان، چنین است موضوع امروزی صحبت ما. کدام عامل ها کارت معرفی شهر خوجند است به فکر شما؟ به فکر من همین خوجند با عارفان خودش، شاعران خودش، هنرمندای خودش شهرت دارد. نازل خوجندی شاعر عصر 18 یک شعر بسیار جالب دارد. یک پارچه میخوانم که از همین معلوم میشود که یعنی الگوی خوجند، یعنی نمونه خوجند همچون معرف میشود در این چند بیتی که میخوانم. صندوقه عارفان خوجند است، صندوقه عارفان خوجند است، بر جسم فسرده جان خوجند است، در تاریکی شبی زلالت روشنگری رهروان خوجند است. ببینید که اینجا اشاره میکند که صندوقه عارفان خوجند است، یعنی اینجا یک مکانی است که اینجا شاعران از اینجا برخاستند، هنرمندان برخاستند، عالمان بزرگ برخاستند که ما هنوز در عصر 10 ابو محمود خوجندی را میشناسیم که منجم بود و ریاضیدان بود که
خیلی شهرت یافته بود. بعدتر یکی از طبیبان بسیار هم مشهور خوجندی که با تخلص استادالاطباء یعنی سروری طبیبان دنیا نظیرالدین محمود محمدی خوجندی که ما متاسفانه دربارشان خیلی کم معلومات داریم. یکی از عارفان بسیار هم معروف که با نام ضیاءالدین خوجندی یاد می شود. اینها یک مایه افتخاری خوجند است و باید تاکید کنیم که خوجندیان نه تنها در خوجند بلکه در تمام دنیا شهرت پیدا کردند. خودش یک اولی خوجند در اصفهان عصر 12 تشکیل یافت که اونجا یک شکوه و شهامت خیلی زیادی را پیدا کرد و امروز باعث خرسندی است که در اصفهان وقتی که ما از این شهر دیدن کردیم کوچه با نام اولی خوجند هست که مایه افتخار همه ما و شما بوده میتواند. فکر میکنم که چنانه که اونجا استاد اشاره کردن خوجند هیچ وقت مرکز سیاسی نبود. یعنی اینجا مثل سمرقند و مثل بخارا یک پایتخت و یا اینکه یک مرکز سیاسی که باید اینجا مسئله های سیاست و اجتماع حل شود نبود، بلکه اینجا همیشه مرکز علم بود، مرکز فرهنگ بود و امروز هم میگویند که پایتخت فرهنگی تاجیکستان این خوجند است و بیهوده نیست که این را بیشتر مردم تاکید میکنند و بارها شده است که از مناطق گوناگون تاجیکستان میآیند و میگویند که ما فرهنگ قدیمه تاجیکان را امروز در خوجند میبینیم و واقعا وقتی که نظر میکنیم امروز در جغرافی تاجیکستان یکی از شهرهای قدیمترین بعد سرازم خوجند است و میسازد که ما این شهر را همچون یک شهربانوی تمام کشور تاجیکستان محسوب دانیم. تشکر. سلامت باشید. معلم عزیز، شهروند فخری شهر خوجند هستید. از آن که شما خوجندی هستید، در خوجند تولد شدید، به وای رسیدید، امروز زندگی میکنید، آب و نان همین دیار رو البته خب خورده ایم، با چی افتخار میکنید؟ من افتخار میکنم که در حقیقت که من از شهر خوجند هستم. زادگاهی من خوجند است و اولاد ما اولادم میخواد بود که همون حاضر نام حاجی یوسف و میرفیاض و گرفتن و یا خدای ما بودن. امی منه پسرشان بکیلین کدگی دختری و یا امکان بدادگی قایچ خدا مگومی چی خیل همی خیل آدمایی اکن دانشمندی همی خیل دانشمندی خواندگی همی خیل بودگی اکن گلوبوس ساختگی دیه این یک دویمش همین که من میدانستم که همی خیل اولاد دارم. من پدری من خودشون میر رحیم بای بودن نامی بوو من این محلی چهارباغ میگن از چهارباغ حاجی یوسف ما یه محلی ما از چهارباغ هستیم و وقتی که درباره چهارباغ گپ میزنیم و حالی ما اینو پرسیدم که درباره محله ها کتاب میبرآمده است درباره چهارباغ هم هست میگویم ها گفته من ما از دو محله کنگویا که محلی هم چهارباغ به تعلق داریم که از بس که پدری من از همونجا زادگاهشون و مادرم لیکن از محلی کپریکی بلند میگویم از همونجا هم به خیش و توارگی این یک دویمش همین که فخر میکنم که حاجی یوسف میخواد گلوبوس ساختن. من کوچ سانی بوی من در همون جایی که سرشبی کوچی چهارباغ بود وقت چند نامش الکتریستانسی میگفتگی فاktически این الکتریکی سیتی بودگی распределительный شبکه برقی و وقتی که من کسبم انتخاب کرده بودم که من پلیتکنیکی رفته میخونم هم خیش و توارم گفتن که این تو بوم کسبشون گیفسادی کن همون کارو میکردی خودشون انجینیر الکتریک نبودگی لیکن تشکیل کردگی همجا خلاب زواد چی خود ترک ساختگی همین کاروی کردگی تو است حصه گذاری چی بودگی دی کلان سالای ماها همون به من امروز فخر میکنم که من از شهر خوجند هستم. من فخر میکنم که محله های آدمایی که بزرگ بودند و دوام دهنده همین اولاد و اجدادا هستند نبیره های همون حاجی یوسف و ابیره هاشون در شهر دوشنبه زندگانی میکنند همه ما خیش و توار هستیم و من باوری دارم که این فخر کردن از انسان از آدمای خوجند البته درباره محله ها کوچه ها من گپ زدیم لیکن انسانش که خوجند است
آدمش که خوجان هست. اما من حساب میکنم که ما خودمون ما باید که تاریخ تربیه انسان آدم و آدمیگری میگویند از اکادمی آدم و آدمیگری هر یک ما باید که گذاریم، چون که باید پیشترانگی ها گذشتگی و ما باید که تقلید کنیم، یاد گیریم، از مکتبی همه گذاریم، تربیه همه گذاریم. برای همین امروز ها هم نام خوجندی خود شکرانه برداشته گشتیم، چون که جناب عالی وقتی که ولایت ما بیانگر هر وقت میگوین که خوجندی باستانی از خوجند یاد گیریتان میگوین، باور کنید من چند قبل خرسان شده میشنم که موهای شهر رو موهای نمونه گفته اعلام میکنن. بسیار مسئله و آداب بایو خانه داری روی حوله آب زدنشه تگی در آب زده میمونن، رفته میمونن، رفتارهای کلی نوعه و هاکزو همه دوره برای ما دوام میتیم. شکرانه. بله تشکر، سلامت باشد. گپ در سر اون است که من بکر به محله ها گفتگیم نه، من حساب میکنم که انم واحدی اولی مأموری همون دوره که محله بود، گذر دیگر چیز در بعضی جاها گذر میگن، این بدانید چی وقتی خودش به انم استاها همه استاها داملا هستن، عارف هستن، شاعر هستن، خواننده قرآن هستن، آنها انم عارفی گفتگی حاضر داملا در اینجا وجود دارد که اگر هنرمند باشد و خانه پیانیران گوید یا که ستانسی تکنیکای جوان که رفته کودک همون محل بودگی عبرت گفته تربیه می‌یابد از چیزهای عادی ترین. جورا بگیر این خسرنده روب، جورا بگیر این ستیله گیر و زردالو ریختش چین، بچه همسایه باشدم. برای من یکی از برآمدهایم به در کشور خارجی گفتم مقام محله در تربیه شخص. برای من پدران و مادران ما وقتی به کوچه می برآمدیم میگفتن بچه‌م آبرو گفته میدیده تو محله گشته با کلته خورده نبی. این است حاضر گفته های دو نفر که من خیلی سخت تصدیق میکنم. خب تشکر، سلامت باشد. البته خب درباره خوجند باستانی، درباره تاریخ، تمدن، فرهنگ، مدنیت، آداب، تربیه و کذا البته ساعت ها ما صحبت کنیم کمی میکند. این تنها یک برنامه تلویزیونی است و حد الامکان امروز کوشش میکنیم که از این باب ها یادرس شده باشیم. استاد شما ارباب هنر هستید. خب شهر خوجند، چهره های مردم خوجند و عرف های آنها رو در ایجادیات شما البته میبینیم. وقتی که خب شما همه آن را به قلم میدهید، خب به قلم میکشید، پیش از همه چی رو به اعتبار میگیرید؟ شما که درباره ایجادیات گفتید یک چیز رو خاطرتون کردین هستم که در تاریخ استاد میدونم که یک چند روایات هست که نام خود خوجند از کجا پیدا شده است. یکی از آنها خوبجند میگویم. خوبجند از کجا؟ در همون کتاب‌های تاریخی بود این روایت، یعنی شاید درست باشد. یک دور زمانی در خوجند بسیار بی‌ترتیبی و کارهای بی‌ضبط شده است که از طرف گوییم خداوند یا طبیعت همین شهر رو چی کردند؟ زمین لرزه و آب و الله و همین بود که در همین وقت یعنی این یک فاجعه طبیعی در همین وقت شخصانی که روحان و جسمان پاک بودن از همین فاجعه ایمن ماندن. یک چند شخصان، اون شخصانی که یا روحانی یا جسمان ناپاک بودن از بین رفتند از این شهر، از این پیدایش. و یک چند آدمایی که ماندن از همون دوره گفتن که خوب جمع، یعنی شخصانی که هم روحان هم جسمان پاک بودن و این شخصان اثر نو یعنی این شهر رو برقرار کردن، احیا گشت. و در اثری من هم همین یعنی روایت انعکاس یافته است که خوب جمع یک اثر دارم که این سال 89 اجرا شده بود که در آنجا یک زن با کودکش و یک چند میان سالا و کلان سالا این زن رو از همین دهشت بیرون کرده ایستادن. یعنی این تصورات من درباره همون خوب جمعی که در اینجا یک فاجعه طبیعی شده بود انعکاس کردم. در ایجاد من همین بود. البته شهر خوجند چطوری که در این فیلم حجتی دیدیم، در دوره جوانی ما این چیز رو خوب دیدیم، بسیاری ها از همین دیدن یک دوره جوانیشون به خاطر اومد. لیکن ما یک چیز رو قید باید کنیم که البته وای بسیار زیبا باطق شده بود، لیکن امروز بعد از استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما روز به روز دیده ایستادیم که شهر ما در حقیقت جوان و هم تاریخی است.
انعکاس اون همین است که قلعه خوجند از سر نو یعنی برقرار شد احیا گشت. در اونجا یعنی همه هنرمندان بسیار هنرهایی که از بین رفته بودن یا نه آنقدر اهمیت میدادن، گوییم که همون کندلکاری و گچکاری و نقاشی و کوشنکاری و بسیار چیزهایی که از بین کمتر رفته بود از سر نو احیا گشته بود. این بی سبب نیست. در دوره شوروی هم شاید بودن، لیکن هر یک دوره زمانه یک ایدئولوژی خودش وجود داشت. در دوره شوروی دیگر ایدئولوژی. بعد از مستقل شدن جمهوری تاجیکستان، خوشبختانه مستقل شدن تاجیکستان، بسیار چیزهایی که چیزهای عرف و عادت، هنرهای ملی که از بین رفته بود امروز در سالهای آخر 30 سال آخر یعنی برقرار شده است که این انعکاسگری همون معرفت تاجیکان و انعکاس هنرمند بودن تاجیکان را نشان میدهد. اون بینایی که در مابین قلعه خوجند امروز میبینیم یک بینای هم زمانوی هم قدیمه است که نشانه یعنی تاریخی یعنی نشانه ملتی قدیم بودنی تاجیکان و خوجندیان را در اینجا انعکاس کرده شده است. یک دوره زمانه بود که ما بسیار وقت میگوییم که ما بسیار خوجندی باستانی هستیم لیکن نشانه های این رو کم میدیدیم. اگر ما درباره سمرقند بخارا قدیمش گوییم، در آنجا در حقیقت صنعت معماری و نقاشی این چیزها وجود دارد و قدیمی آن را انعکاس میکنند. لیکن در خوجند این چیز نبود. اون که یک بینایی که ما میدانیم مقبره شیخ مصلح الدین خوجندی در اینجا بود و دیگر چیزهای تاریخ را نمیدیدیم. لیکن خوشبختانه امروز بعد از استقلال جمهوری تاجیکستان در با پیش از همه کوشش و غیرتی گوییم پیشوای معظم ملت، کوشش و غیرتی حاکمیت دولتی ولایت رو با راهبری رجب احمدزاده حکومت شهر امروز در شهر خوجند یک چیزی تاریخی شد که امروز جوانان ما از این برخوردار میشه و این ممکن سالهای طولانی یعنی یک چیزی نمونه صنعت معماری، یک چیزی نمونه صنعت‌های همه نمودهای صنعتی ملت تاجیک را در اینجا انعکاس کرده شده است. ممکن یک دوره زمان با حکم تقدیر یا حکم تاریخ از همین چیز ما دورتر بودیم، برخوردار نبودیم که آن تاریخی بزرگی ملت تاجیک شاید از سرحد امروزی تاجیک بیرون مونده بود که ما از اون برخوردار نبودیم. لیکن امروز من جوانای ما از این چیز برخوردار شدم. منم فخر میکنم که من شهروند شهر خوجند هستم. بگذار هم وقت شکوفان باشه. باشد تشکر. البته در این قسمت صحبت ما روی آوردیم به تاریخ، به گذشته دور تاریخ که امروز هم هر یک گوشه و کنار شهرمان همون تاریخ رو باز هم بازگو میکند، یادرس میکند. معلومه وقتی که مهمانان رو قبول میکنید از مثلا خب دیگر گوشه و کنار مملکت، بیرون از آن، بیرون از کشور، از خارج، کدام گوشه کنار همین خوجند رو شما پیش از ما معرفی میکنید به مهمان خودتون؟ تشکر زیاد. پیش از همه افتخار میکنم که در همین سرزمین شاعرخیز و گوهرریز به دنیا آمدم و امروز وقتی که معرفی میکردن و در عید تاریخی شهر خوجند سخن میکردن، من آن لحظه هایی را به خاطر آوردم که خود ما جوان بودیم و در دوران جوانی ما شهر ما تاجیکستان ما چگونه صورت و چه سیرت داشت و آن بناهایی که در دوران پیش بودن. در حقیقت من اعتقاد کامل دارم که وقتی که ما به قلعه خوجند میبیاییم، وقتی که به باغ کمال خوجندی میبیاییم، وقتی که ما دریای سیر در نزد دریای سیر میشویم، هر یک نفری که از خارج کشور میآیند و آنهایی که از تاریخ تاجیکستان، از تاریخ خوجند شهر باستان آگاهی دارند، واقعا آنها را هم مفتون و هم خرسند میکند که این سرزمینی است که طول سالیان زیاد تاریخ خود، ایجادیات خود، شهرداری خود را گم نکرده است، بلکه آن را از نو رونق و رواج داده است، بلکه آن را از نو خوبتر و خوشتر کرده است. و می‌سازد که وقتی که ما درباره خوجند شهر باستان سخن میکنیم، آن روزها، آن لحظه های را به خاطر بیاریم که چه سیرت داشت، چه صورت داشت. و از قدیم الایام خوجند را خیلی که شما گفتید اسخط ثانی میگفتند، عروس شهرها مینامیدند. شهری بود که در تاریخ تمام دولتداری تاجیکان آن همچون شهری پیش رفته، همچون شهری موفق، شهری که با هنرمندی خود
امروز تمام تاجیکستان، نه فقط تاجیکستان بلکه جهانیان را هم به حیرت آورده است. بینید وقتی که در اینجا استاد سخن کردن، من وابسته به آن محله هایی که پیشتر در خوجند بود می گفتند که ادرس بافان، زردوزان، زرگران، کش بافان، یعنی سراخوان، یعنی که در همین خوجند نه فقط که شهری تماشاباب بود بلکه شهری هنرمندان بود، شهری بود که در همون طول سالهای قدیمه هم اون شهرداری خود را گم نکرد و خاصتا مدنیت و معرفت. وقتی که درباره کمیته محله ها سخن کردند، در حقیقت ما هم در محله کلان شدیم. محله ما گذری آخوند نام داشت و که در مرکزی شهر خوجند جایگیر شده بود و وقتی که ما میدانستیم که در همین محله یگان معرکه می شود یا یگان توی می شود، خرسندی می شود، البته مردم به همین کمیته محله مراجعت میکرد و حتی اگر در یک خانه یگان ماجرا شود هم همون نفرانی که در محله زندگی میکردند تجربه داشتند آنها را دعوت میکردند که رفته جوانان را به مراسم برند، بین همین خوشدامنهای عروسان آنها را مصلحت دهند و عائله را به ویرانشوی نگذارند. بینید که این هم یکی از هدفهای بود که همین محض خوجند باستان داشت و در امروزه یک پیشروی، در امروزه سازندگی قلعه خوجند که با اشتراک پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از نو بنیاد گشت و از نو مکانی گردید که تاریخ 1000 ساله ما را از نو به خاطر می‌بیارد و هر نفر خارجی، نفری که از خارجه به کشور ما سفر میکند حتما از همین قلعه، از همین باغ کمال خوجندی، خانه کمال خوجندی که واقعا یک جهاز تاریخی است، یک مدنیت و معرفت خوجندیان است، آن را تماشا میکند. معلمات در اینجا خیلی خوب گفتند، واقعا گذشتگان ما عارفانی بودند، نفرانی بودند که نه فقط که برای آسودگی، نه فقط که برای آرامی و آسودگی، بلکه برای آزادی زنان هم آنها کوشش و غیرت کرده بودند. و در اونجا وقتی که ما تاریخ دیدیم، یک زنی دیدیم که در سر فرنجی داشت، به خاطر ما رسید که چه خیل یک نفر زن که ما آن را خادم جمالک مینامیم و بسیار اعتراف میکنیم و همه وقت چی میکنیم، فرنجی پرتایی کرده، انمی برای به آزادی رسیدن زنان سعی و تلاش ورزید که امروز تاریخ آن را از خاطر نبرآورده است. امروز هیکل این زن اگر نقص در خاطر داشته باشیم در ساحل دریای سیر جایگیر شده است. یعنی که خوجند هم با علمش، هم با معرفتش، هم با پیشرویش، هم با این ساختمانهای نجیبش و چه خیلی که پیشوای ملت میگویند مکانی است که ما باید مکانی آموزش باشد، مکانی پیشروی باشد، مکانی است که نه فقط که خارجیان بلکه امروز علاقه نفرانی که از شهر و نواحی ولایت و مرکز خوجند می آیند آنها را هم تسخیر کرده است و واقعا هم ارزنده ستایش، ارزنده گفتار، ارزنده به جوانان ما در این باره سخن کردن و در باره آنکه آن را ما احتیاط کنیم. و چه خیلی که من اینجا دیدیم که بناهایی که پیشتر بودن، آن بناها هم ضرور است، زیرا آن از تاریخ گذشته ما شهادت می‌دهد و آن بناهای نوی که امروز هست آن نشانی آن است که مردم ما تا به کدام درجه پیش رفته است. و خاصتا وقتی که ما درباره خوجند شهر باستان سخن میکنیم، درباره کامیابی و موفقیت هایش سخن میکنیم، یک بیت خواجه کمال خوجندی ما را تسخیر میکند که در همین بیرون از وطن، در همین در شهر شیراز ایران گفته بودند با لطف تب مردم شیراز از کمال باور نمی کنند که گویم خوجندیم. بینید که تا به کدام درجه شاعر افتخار کردند و نام خوجند را در تمام تاریخ تاجیکستان، تاریخ جهان معلوم و مشهور کردند و می سزد که امروز ما این را به جوانان آموزیم، از این گذشته خود، از امروزه خود، از فردای خود با آنها نقل ها داشته باشیم. سلامت باشید. تشکر.
استاد عزیز درباره تئاتر پرسیدن میخواستم. خوب چون شما اینجا در برنامه ما حضور دارید نپرسیده نمیتوانم. از تاریخ از معلومات ها پیدا کردم که سال 1932 تئاتر در اساس دسته هوسکاران شهر تأسیس یافته بود، یعنی در شهر خوجند. و اگر شما از تاریخ واقعا هم واقف باشید فکر میکنم که میدانید مردم خوجند چه خیلی قبول کردن. اولی جناب بینیاد اولی جناب چرا؟ کمینا با تمامی هستیم اونی که من ایده سوید من بینیاد تئاتر دوست میدارم. دویم کاری که دوست میدارم سیردریوه. همین التماس میکنم از خدای تعالی که سال تستر گذرد و تابستان شد و من رفتم و شستم پرتافته ماهی دارم. این بهترین دریایی که در جمهوری تاجیکستان در آسیای میانه هست. اینقدر افسانه معجزه است که در شهر ما هم کوهی میوه هم دریایی. این با ما فقط شکر کردن ما در کار که همین خیلی آب داریم، همین خیلی دریا داریم. این یک. دوم این که نگفته نماند خوجند باز یک چیز بسیار عالی جناب دارد استاد بزرگوار. جوانهایی که نسبتاً سالهای مثلا 60 و 70 یعنی به کمال رسیده بودند و عموما جوانهای شهر باستانی خوجند کوشش میکردند که بیرون از خوجند رفته خوانند، علم گیرند، آموزند. یکی از آنها من 100% باوری کامل دارم که حاجی غفور جان جورایف هم همین خیل. من مسکو خواندم، این کس تاشکند تمام کردم دیگه مخصوص. ما همون وقت کوشش میکردیم و فخر میکردیم. بیگون بالا بندی وقتی که شما دوشنبه رفته این یا اون دانشکده اگر مهمان میشد یا جوره های میکفتید بینویت خوجندی ها بسیار بودن. سن پتربورگ همون وقت لنینگراد، مسکو، مینسک، انا راستیا انا حتی تبلیسی و که گرجستان بود میفهمد بینویت توجیکو یعنی علال خوجندی ها بسیار بودن و میخوندن. این دو. سیوم تئاتر. میدونید من مثلا 1 سال روز کردگی که من همین ساحه میروم رسا 1 سال برای اینکه تمامی یعنی خیش و تبار اولادای ما تقاهای من اکاهای من همه دکتر بودن. دکتر وقتی که من 1 سال دوشنبه و خوندم همه شناسا میگفتم التماس علال خصوص تقایم با اون کس بینی و دکتری مشهور بودن تقا جان التماس همین نگوید خانه بر رفته که من اکتوری میخونم. من روسی داخل شدگی برای داخل شدم من 1 سال زواد با کار کردم، مبلغ جمع کردم، بعد خواندم رفتگی. همون وقت اگر رفته داخل شد نتوانید کمتر شما میرنجاندن. این هم یک نمونه تربیه بود که اگر نتوانی نرو خواندنی توانی رو. این هم یک نمونه تربیه بود و انشاءالله بعد از اونی که 1 سال داخل شدم تمام وقتی که تعطیل با اومدن اویلوی گفتن که اینا تبریک کنیتون. همه گفتن که این مالادیس مسکو داخل شده است قندش زند یعنی دانشکده طبی و گفتن که نه مسکو 2 تا دانشکده طبی است. Первый медицинский институт и второй. هم خیلی معلومه. Третий уже есть. Да, من گفتم نه کجا این اکتوری در آمده که گیتیس با در مرحله امروز نامش اکادمی تئاترال اسکوستو روسی که اونجا با 3 استودیوی تاجیکی تمام کرده است. انا البته من فرق میکنم و تئاتری که در یعنی مرکزی جمهوری تاجیکستان ارزی وجود دارد تئاتر خواجه کمال خوجندی اول به نام الکساندر سرگیچ پوشکین بود که من سال 1976 تمام کردم. انا یادمش دیگه آدم گفته که همینجا گشته بیایید دیگر جا نروید. نه خود من محمود دیگر جا نروید پسرم دیگر جا نروید. از لوژ تئاتر تو خام شده گفتن کجای تمام کردی شما؟ مسکو میخوانم کورس آخران گیم با دیگر جا نروید با همینجا تمام کرده بیایید. انا خطا نکردم با گفتن با 3 گفتن گویم هم معلوم 3 خانگی خانه میتیم گفتن خانه گرفتید؟ نگرفتم دوشنبه رفتم دوشنبه رفتم گریختگیم نه همونجا دعوت کردم تمامی کورسی ما دعوت کردم ما شامل شدیم تئاتر جوانانی به نام محمود جان موحدوف و اینا ببینید نصیب بود است بود گشته اومدیم. فخر میکنم که من اکتور تئاتر درام و کینو هستم بی یگون بالا بندی. اون ارزی که بود من جامعه عمل پوشوندم. پارتنری من دویمو هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان سایرام ایسایی بودن هستند و انشاءالله میشوند. ما نیت داریم که یک جای با یگون نقش بازی کنیم. اینا من از تلویزیون بارها گفتم و آخران ما
سستاف میگن، یعنی گروه اولینی بودیم که در تئاتر خواجه کمالی خوجندی ایسیون عروسانه بازی کردیم که امروز 46 سال شده است. من بسیار نقص بازی میکردم، خودم به این یاد معقول بود، نقشی کامل، بچه قابل، معلم. بعد آخر با همین قدر وای آدم گنده میشد. کی میشد؟ ساتی خان میشد. من نقش ساتی بازی میکردم. انا میدونید وقتی که ما این نمایشنامه موندیم، دری تئاتر شکسته بودن. دری که از شما میبینید دری اولی جناب شکسته بودن. ما 45 تا انشلاگ گرفت. معنای انشلاگ چی؟ یعنی بلیت نیست. بلیت جای نیست، همون راه زمین می نشستن. یعنی مردم تئاتر میرفتن. بارک الله رحمت. یعنی همون برای تئاتر رفتن هم مردم خوجند 100% از دیگر جایها فرق میکردن. چرا؟ مخصوص سر لباس میپوشیدن. از پگاه آیله تیار میکردن. ناگفتن آمد پیشگی خوراکشان پخته میموندن که کودکا گروسه نمونن. بعد زن و شوهر جفت میبخش که دخل شدم پدروشکه کرده میومدن. مدنیت میفهمید؟ این نمونه بهترین بود برای خوجند. بلیت نبود، باور کنید، همه نمایشنامه قریب. میفهمید؟ انا برای من فخر میکنم که امروز تئاتر کمالی خوجندی ارزی وجود دارد. در آنجا بسیار جوانهای لیاقتمند کار کرده ایستادند. من در کجایی که نباشد بی یگان بالو بنده میگن بگذار خوجند به این خیلی کلمه ارتیست میگن. ارتیست نه، ارتیست که هایی میگن اونهایی که همون دور زمان کوچه‌گرد بودن، یعنی سراینده های کوچه‌گرد بودن، همون هایی میگفتن. لیکن از بین اونهایی هم شخصانی بسیار برومند روی صحنه آمدن. بله استاد جان، در همین نقطه ها نپرسیدن نمیتونم. یک زمانی بود که واقعا هم شما رئیسی توی‌های خوجند را هم داشتید. اولین توی‌های کمسمولی هم در خوجند به خاطر آورده میتونید که چه میگذشت؟ میتونم. من کورس دوم میخوندم سال 1972 در خوجند. وقتی که توی برگزار میگشت یگون مردی سالار برآمده شور جسی خوشی باید دارد، میکروفون میگرفت و تبریک میکرد، همه خوش آمدین میگفت، خیر مبارک شود، کوشه پیر شوند، سر فرزند سر بچه کچه شوند میگفت و تمام تلفن و میکروفون میکشتن و میکروفون این حاضر، این عالی جناب، این به قول خودم قندقچه، این قندلات، این میفهمید؟ اون وقت یک دراز میگفتن میبخشید از گناهم رویده میگفتن دراز پیوست کردی همه جا. یک آدم بود که از قفای سراینده داشته میایستاد خیر اگر وای گپ زند گرداگردی توی خونه انا و یک گپ گویم معلمه، ما یک گپ گویم. همون وقت زنها نمی نشستن سری دسترخوان، از قفای گلیم و از بالای بامو میدیدن. از یک دوره آمدش که همون گپ ده، همون زن اگر آتش نمیشد خام میموندیم و همون دوره آمدگی حاضر. انا برای همین من بهترش نمیپرسیدم. انا درباره اینم میگویم حاضر. انا همین تقاعی هم که دختری خدمت نشان داده جمهوری تاجیکستان بودن، غفورجانوف تیمورجان علیویچ. اون کس 22 سال سردختری بیمارخانه کسلی های بچگانه ولایت لیلناباد امروز ولایت سوخت بودن. انا اون کس گفتن که جانم شما آخر مسکو میخونید، اونجا بس سخنه یاد میتین شما با هم تو یک برام تبریک کنید. برام تبریک کردم، تمام با قول خوجندی و بلا موندم. چرا؟ همین قبضه گرفتن تگی درامو پر بود، همون برندگی یعنی جوری کردیم ما. همون دو نفره که امروز برندگی میکنن زن و مرد، کمی استغفرالله از گناهم گذارید، کمی نه جوری کردگی. برنده های نامی که استغفرالله، من بسیار شکر میگم که شاگردان من هستن. یکتشون زمیر خان یلدار شو، یکتشون شما نغز میدونید، یکتشون اسلام کریموف نغز میدونید. اونها این خیلی شاگردانه راست شاگردایی که دستم به کار فهمید. و البته باز میگم که وای توی هویه یعنی قربش تماما دیگر خیلی بود. بی نهایت توی های صمیمی بودن، بی نهایت سخن های صمیمی بودن، میفهمید؟ و خوراکی در آنجا میموندن یک نام عالی جناب داشت،
جرکو میگفتن. جرکوی خوجند. یک تا خوراک میکردن. دو کس با یک تا بود، سری کسی نبود. یعنی این انعنه ها همون جوام آدابی همون خوراک خوردن بود. اگر مبادا از شما سری کلانتر باشید، شما حق ندارید اول تیستر یک دو بار تیستر خوردن با. یک بار وای گرد و پایده می ایستادید با که دویان دفعه شما همین زل آشی پلاوی خوجندی هم همون با در تئاتر گفتمونم از این منبری بلند آدمای نقصکار میکنن، آرتیست نی، اکتور، اکتریسا، هنرمند، هنرپیشه. من روبروی من نشستن هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان کرامات خان حاجی. بله تشکر. اینجا لحظه رکلام فرو رسید. شما با دیگر شبکه پیوست نشوید. با سیمای مستقلی یکم بمانید. خوجند سحری قدیم است و همیشه جوان. این موضوع امروزی صحبت ما است و برنامه پیچیده زمان را ادامه میدیم. کرام معلم شما بی‌حاج الفاتیدین یک علاوه دارید همینجا؟ یک علاوه دارم درباره رسم و آداب گپ زدن. توی کمسمولی اینو اگر از سالی 72 جاری کرد و اگه برآمد کرده چی که باشید، من سالی 66 اویل دار شدگی. و توی شما کمسمولی بود؟ ها توی کمسمولی بود و به فکر من تمامی همون طرفی سرانده بودند که خالی خالم خانشانو مویم اساساً پیش خالمانده کلان شدگی هم به سراوه گویی که روی حولشون به کدام همی stol taxtayı kadagi oğlarda giddiriyor havlu ve yapıyorlar. Tagi yakta bihi bu, darakti bihi. Tagi bihi ve kelini domote meşnona. Sonra hamu stol mondaki ve rüya havlu loyku. Hamu tufli kabluku işalı kona but. O değil kak but. Libos olmayam akun cido hok sorana. Akun demiyorum akun. Badas a? Ne fata ne? Ben şart mi giftim? Şart mi giftim amtu? Şart. Töpi pöştegi. با قولی خدا موکی همین خوجند به موی دراز باشته شاخ کدی میموندن. شاخ میکردن بالی توپی به. لیباس عروسی چه بود؟ تاجیکی. همین کپرونی تاجیک بود پیشتر. وای کپرونی سفید بی جرح جروق. درست. بی یگون خیل جرح جروق. خودش گلاش بود. نه هیچیش نبود. خاک سرکان. حتما پچکمو پای پخ میپشتیم. لیکن وای پاجامه ایخل پوشیدن ایخل رسم نبود. و کرته لباس یعنی از اون پایان بود. تمام به پاجامه. به پاجامه. عموما یک چیز ممکن نمیدارم. یا بالای زون بود. بله بالای زون میشه. چیز گفتم ممکن نمی ای بود که پاجامه نماید. کوچه و برآمدن ممکن نبود این خیلی چیز کردی. پای پخ میپوشیدن. دختر بچه ها خیلی کن به شهر و رو همی خیلی کنی پشتن. یکی کلیچکایو بنین کلان سولوتی هم بوده. همشون پایپاق میپشتن. خیلی یاشکوب سالی کندای کپرون داشته میکردن، لیکن کلان سالو میریزین کردی پایپاق میپشتن. پاجامه نشان دادن کوچه با عیب. سونی توی به یعنی میخواد شرف پشتگی شنونده برنده حتما کارگروی کمسمول بودم. برنده عمر رئیس بودم؟ نه من نسبتاً جوان بودم. اینو ولی استودیت بودم. من دانشجو بودم. دانشجو. لیکن برنده نبود. کم تو گپ میزدم خلاص. هم تو. کتبی گرکم کمسمولی. تبریک میکرد تمام یک. تبریک میکرد تمام. هم تبریک میکرد. ایشون میبخشتن آراخوری. این خیلی روی استول همی خیلی. پر کردن. نه. خیلی که اینو گفتن. چیزی میمونیم کم میموندم میوه میگفتن یک تا لگانچه و هر یک تا دو کس به یک تا سه کس به یک تا لگانچه مونده خوک سرکک بود لیکن خیلی که میگم من 59 سال باز زندگانی اقتصادیم شهرام کردی خدا و شکر هستیم دنیا و همون به فکر من در حقیقت همین تنظیم به قانونای قبول کردیم و کردیم لیکن این همش کمکات برای نشان شد می فактически ما نرسیدیم مقصد ما که همین در حقیقت آسان شده نرسیدیم مقصد ما اما به فکر من این هم وظیفه خوجنده ها بیایتون ما خدامو که وقتشان آدمای خاکسار بودیم دانشمند بودیم سانی چیکار که میگه اولا میدونستیم همین نام بینی اگر از زمین گفتمانی اگر همه خدا همین تو قبول میکند که کاری ثواب کرد گرونج دسترخوان حتما انداخته برآورده
تگی پاونی جایی تگی درخت بمیشپاندیم که و نگو یک بوده چه ناندزگی شایمی یا یک تون وی دانه گرونج هایمی باید که وی زمینی تگی پاون نرود همین چیزایی هم این مایده چویده میگویم لیکن این اون چیزایی که موهای تربیه بله درست بعد انمون ادامه میدیم موضوع توی کامسامولی رو گفتم که بعد چهلی که معلومات گفتن در حقیقت انا همین مسئله معلومات در خاطرتون دارید شما کتبی ابکم بودید اونجا من سردار ریاستی ثبت اسنادی حال شهروندی ولایت بودم انا من گذراندنی توی‌های خانه‌دارشوی و تنتنه جوانان نوخانه همراه ما نوشته تیار کرده دستورالعمل کرده دستی همون نفرانی که توی میبردن همون به دودگی بودیم که از روی همین گذرانن من حاضر ما باید که بعد اون که امروز قانون تنظیم گفتیم قانون تنظیم در دایره اون که امروز هم خودی دستورخوان اورویه چخیل بود بنوازی معلومه وقتی گفتم ما انمون لحظه های وقتی که نگفتن همون لحظه های به خاطر آوردیم ما باید که خوجندی ها از خودمون سر کرده انا همون از هم مردم حاضر اذیت میدادگیش همین آرایشی تویخانه و دسترخوان همین آن چیزی که و یک خراجات بیهوده است و بسیار مصرف نمی شود ما همین بیام باید که یگان سناریشمی یگان همون چخیل تشکیل کردن شمی چخیل آرایش دادنی دسترخوان نمیه ما باید امروز پیشنهاد کنیم و به خاطر بهداشت مردم و آن انعنه خوجند باستان است البته و همون سوها یعنی موضوعی توی کامسامولی رو کمتر ادامه میدیم و یک بار همینجا جنبش میکنیم شهرتی سراینده زن کرامت حاجی و خیلی آوازدار و در پرواز بود البته امروز هم هست و امروز همین نفر استاد صنعت صحنه در برنامه ما اشتراک میکنن من پیش از همه با شما همصحبت شده پرسیدنی هستم شما یک سرود دارید با نام لینین آبادم و این سرود شما زمانی یعنی انیقترش سالهای 90 وقتی که تلویزیون ولایت سوق نو تاسیس یافته بود یعنی پیش از آغاز افیر هم همین سرود را میگذاشتن ما با زبان خود تلویزیونی شبکه میگویم آن را و همین سرود لینین آباد هم گذاشته میشد در رپرتوار شما همین سرود چخیل پیدا شد تاریخ تولید سرود لینین آباد مرحبا این سالهای 92 که بود همین سرود شعر آزاد میزاده با همراهی عبدالرحمن توشمادov همین رنجرافکه کردیم و همون زمانو من دوشنبه رفته همین ثبت کردم آوازه ثبت کردم اینجا آواز دادم نکارین رادیو با آواز دادم که همون وقت تلویزیونی ولایت لینین آباد شاده شویش بود هم تو دیدن که همین سرود عین مدعا هم سرود همین گوش میکنم هر شب همین تکنیکی میبرفت همین سرود سر میشد گشته برگشته منظرهای نشان داده همین گیجا نروم اپشتمام لینین آبادم میگه بچه چای مایده که همین خیلی که گفت دون که این سرود بزرگ بله اصلا این سرود رو امروز شما خوجندم کردید یا همون به شکل کنه یعنی لینین آبادم من چخیلی که شعر آزادمینزاده است این سرود من خوجندم کردگی خوش لیکن همون لینین آبادم من بسیار همین خواندگی من سالی 90 همین خودم دوست میدارم مردم هم همین بسیار مردم بیام معقول پس یک تکلیف دارم بیاید همین سرود لینین آبادم رو چون تاریخ است واقعا آن رو مخزده نمیتوانیم بود این سرود و ما گوش میکردیم امروز خب در همین استودیو برنامه ما چه خوش میشد اگر شما زمزمه میکردید راضی هستید؟ من البته زمزمه میکنم من زنهای محترم هم جای نشست بیان رقصتون کدن گفتم مایلش اولین سراینده زنی که با رباب سرود میخوندید زنها با جدا قیم بوده بله مشکل بود پدر مادرم بزرگ گپ زنان کرده شاد روانا معتبر ابراهیم و عادل جان نظرو یک ایلوجی که گپ زنان کرده تئاتر به آوردن مادرم قطعی مادرم که قطعی می آمدن می آوردن خونه از تمام شد با خانه بوده می ماندن همین خیل شده بود بله فهمم از سال 67 تا حالی من کار میکنم آفرین یک قرصک ما میبرامدیم مایده بودیم امروز موهای کس در روز مایده بوفی سرشون به توقی
توشکند چه میگفتیم توشکندی پیشدگی بودن ما خورد بودیم و بعد میگفتیم که انا کرامت بچه گذشت دوستیان رنجیدیم سرودشان بود. یکی از اولین سرودها من در خاطر دارم بهترین آواز و همون بعد همین ثبت کردنشون بعد رادیوی کلخوز بود. همون رادیوی کلخوز به بگوی ها و بعضی برنامه ها همین سرودای میخوندن. ما اکنون یک آبی کانال خورده کلان شدگی من فرزندای اینو هم ما تربیت دادیم با درس دادیم کرامت بچه. من خرسند که امروز واخدیم شما کردیم. بهترین آفرین. اینک سرود لنین آباد در اجرای کرامت حاجیوه. شهر زیبا شهر دلارای من خانه من جای من موای من از جمالی دل کشد شام و سحر نور گیره دیده بینای من نور گیره دیده بینای من باغ شهری نازنینی چون عروسی محجبینی شهری نازنینی چون عروسی محجبینی کوچه های دلکش و آزادم با فرح آغوش خود بگشادم زین سببی شهر خندان روی من میهمانان هم به تو دل دادم میهمانان هم به تو دل دادم یعنی نابادم بیارم با تو هر جا فرق دارم آدم بیارم با تو هر جا فرق دارم ایامت مبارک کشورم شهر خوش باد و هوا گل در برم شکری ناز و نعمتت برمودم مهر پاکت را به جان می پرورم مهر پاکت را به جان می پرورم شهر پیر و دل جوانم لایق صد داستانم شهر پیر و دل جوانم لایقی صد داستانم لایقی صد داستانم لنین آبادم بیارم. باشید. تشکر استاد عزیز. مرحمت شما وابسته به این قسمت برنامه اگر علاوه داشته باشید خلاصه باشد از شما مرحمت گذارم. مشکلی که در اینجا همه قید کردن در همه ساحه جبهه های حیاتی خوجندیان نقل کردیم هم تاریخش هم اکنون همین در اورجت بگن ویزیت نه کارتش که شهر خوجند چیست کارت معرفی کارت معرفیش یکم اینکه میدونید موقع جغرافی آن است. اگر درباره موقع جغرافی تنها خوجند گپ زنیم از تیراز جهان سر کرده در همه ساحه. دوم این هنرهای مردم شهر خوجند که اون نه اینکه هنر است بلکه صنعت است. کاسبی نه هنر و آن صنعت داشت. بنابر همین
هنرمندان شهر خوجند با صنعت هنری خود بیرون از شهر بودند که در شاه بزرگ ابریشم واقع بود و آداب خمیده شهریان که آن در خانه، اولاد و محله تربیت یافته، مناسبت بین محله ها بود، خیلی که میگفتن در رعایت بود. دیگر چیز، هنر کاسبی میشد و بسیار پهن هم نمیشد. کاسب در یک دایره معین محل ناحیه ها می رود. از این رو هنر کریدا، یعنی نشانه عملی بزرگ خوجندیان که با همین آداب هنر نشان دادن. ببینید همه چیز با عیب بود اگر خطاگی کنید یا که صفتاً پس شود. بنابراین همین صفت بلندی خیلی که اسلام جان رحیم فهم درباره سودا و کشاد سودا نویستند و در اونجا بعضی ایریم ها شگون های آوردن. حتی در سودا فریبگری کردن هم چگونه گناه بسیار بود. بنابراین در خوجندیان گناه کردن در همه ساحه ها، این هم یکی از علامت های همین آداب خوجندیان بود. بله بله، تشکر، سلامت باشید. خب استاد، ذوق کودکان در شناخت شهر قدیمه چگونه است؟ استاد شما در خب مکتب کار میکنید، با نسل نورس کار میکنید، مرحمت فکر شما. تشکر. در اینجا استادان خیلی بسیار معلومات ها دادن درباره تاریخ خوجند، عرف و عادت ها، جشن ها، خیلی ذوق آور، شوق آور هم بود. در مثالی در مؤسسه تعلیمی در وقتی که ما کنفرانس ها، واخوری ها وابسته به جشن های ملی، وابسته به جشن من در عرفه جشن روزی شهر خوجند استودیم که هر سال جشن میگیریم. معلومات ها که درباره شهر خوجند، معلومات ها درباره چون که استاد گفتن موقع جغرافی، هنرها، محله ها، گفتم خیلی با اونها شوق آور است. برای چی؟ برای اونه که من یک چیز رو گفتم با استاد صحبت کردیم، در آینده اوید به محله های شهر خوجند معلومات کتاب آماده کرده شده. من خیلی خرسند شدم چون که حاضر درباره شهر خوجند معلومات های تاریخی، اون ادبیات هایی که من میدانم، ادبیات هایی که کتاب های علمی عمومی، این کتابی غفور حیدرов لیلنبات خوجند، لیلنبات خوجند و بعد کتاب ستار خدایبردیев آیا شما شهر خوجند رو میدانید. بسیار شوق آور است. این معلومات های کتاب ها رو ما به بچه‌هون تفسیر میکنیم، معلومات ها درباره اون میگیرن. البته این خیلی کم است، خیلی کم است. از من استادان احتراماً خواهش، از برنامه‌های تلویزیونی احتراماً خواهش که وابسته به همین شهر عزیز ما برنامه‌های زیاد، معلومات‌های زیاد باشد. من بوکلتی که در اینجا هست، بوکلت سال 1986 است. دیگر برآمدگیش نه، آماده کرده شدگیش نه، بگذار که آماده کرده شود که ما دانیم این تاریخ است. از این نقطه نظر ما کوشش میکنیم که همین معلومات تاریخی آن به کودکان رسیده باشد. لیکن افسوس که امروز ما میدانیم، امروز نسل کلانسال هستند و ما از دهان آنها شنیدیم بعد از 10 سال دیگر این معلومات ممکن است نشده روند. از این نقطه نظر باید که این رو در کتاب ها درج کرد، در برنامه ها درج کرد که کودکان آینده ملت هستند. آنها باید دانند، آنها باید قدر کنند، وطن دوست باشند، میهن دوست باشند، محل خود را دوست داشته باشند. سلامت باشند. چون من هم زاده شهر خوجند هستم، محبت بچه به یادم آمد دوره های همون جوانی خودم. چون اینجا سخن درباره محله شد، من هم در یکی از محله های قدیمی رزاق به وای رسیدم. میدونید همون تربیه همون محله را یگان مکتب، یگان معلم داده نمیتواند. چون استاد اینجا سخن کردند که همون چایخانه، موقع چایخانه برای ما جوان دختران به نهایت یک درس حیاتی بود، درس ادب بود. وقتی که همین از خانمان تا مکتب چایخانه سری سنگ بود. وقتی ما میگذشتیم چنان حیا، چنان ترس، چنان شرم ما رو فراگیر میگرفت که وجودمان رو، سرمان رو خم کرده. از همون جا از نگاهی همون موسفیدا میترسیدیم، هیجان به می آمدیم. یگان کس ما مثلا جنگ نمیکرد، لیکن همون شخصیت هایی که در همون چایخانه نشسته بودن، الکی همون هیجان ما رو فراگیر شده، سرمان رو خم گذشته میبرفتیم. الکی همین تربیه بود برای جوان دختران. حالا که ما میبینیم که در بیناهای بلند آشیانه زندگی میکنن، کمتر همین چیزا احساس کرده نمیشود.
و سحرگاهان وقتی که من در خاطر دارم در همون انعنه قدیمه همون محله وقتی بامداد همه دخترکا برآمده دروازه هایشان را گشاده آب زده رفته تازه میکردن. وقتی که اگر از نماز همون موسفیدا می آمدن اگر دروازه یگان کس آب چاشته و تازه کرده نباشد الکی عیب میکردن. همین کلمه عیب است ما را وادار میکرد که سحر به یگان خیل مثلا یگان کس دعوتش خدا ما خسته برای چی دروازه ما گشاده و آب زده نباشد. همه چیزهای من از خوردی از همون محله قدیمه رزاقی خودم گرفتم که تا حال همون شرم حیا تا حال همون چیزها در حسیات ما باقی مانده است. حالا باشد من حاضر فرزندان و مثلا دخترم به هم میگویم که ما وقتشانده مثلا سحر میخستیم همین درآمدگاهی مثلا بیناهای تو خیز من آب زده رفتن وظیفه این دختر بچه بود. گفته همین خیلی تربیه میکردیم. همین چیزها در وجود ما تا حال باقی مانده است. همون شرم و حیا همون عرف و عادت های قدیمه محله رزاق که محله رزاق یکی از محله های هنرمندان قدیمه بود که بسیار شخصیت های شناخته من خیلی که ما میدونیم زلفیه بحرالدین و من اونجا هستن و همه همون هنرهای قدیمه جهگ دوزی و بافتن ها و دوختن ها و همه از همون محله پیدا شدند و حالا هم دوام داده استادند. خود تربیه همون محله از تربیه همون بیناهای بلند آشیانه فرق میکند به کلان فرق میکند و چون اینجا استاد سخن کردن که حالا همین انعنه ها رو ما چخیل همچون آموزگار من بعضا در همین درس هایم درباره خوجند میگویم که شهر خوجند این جمع انسان های خوب هستند و بیایید به همین خوب بودن خودمان با خصلت های خودمان همین خوجند به فخر کنیم و زندگی کنیم و برای آبادی برای تازه نگاه داشتن کوچه و محله و همون جایگاه خود حصه خود را گذاریم. تشکر سلامت باشید. من نمیخوام که این صحبت شیرین قطع گردد ولی مجبور هستم چون وقتی که برای افیر برای برنامه ما جدا شده است بله با آخر رسیده ایستاده است اما یک چیزی خرسندی بخش اون است که ما این صحبت را ادامه آن را شام دیگر البته افیر میگذاریم و دو شب پی هم البته این برنامه پیشکش تماشابینان میگردد. صحبت ما ادامه دارد. اینجا من با شمایان تماشابینان عزیز خیر و خوش میکنم. شما باشد به دیگر شبکه پیوست نشوید تا شام دیگر در پناه خدا باشید. خیر.